سفربرکنی قابلیت. انسان قابلیتش را زمانی می‌فهمد که برای استفاده بردن آن عزم نماید. زمانی یک نفر املاکدار بود. او دختری خوشگل و قدرتی داشت و می‌خواست بداند که آیا جوانان دخترش را دوست داشته با او خانه‌دار شدن می‌خواهند یا برای پول و مال پدرش خانه‌دار شدنی‌اند. نهایت او تصمیم گرفت که جوانان را سنجد. با همین مقصد او آنها را نزد حوض گرد آورده اعلان نمود: هر نفری که همین حوض را شنا کرده گذرد به طریق زیرین مکافات داده می شود که خودش می تواند انتخاب کند یا عکس یک حصه زمینم را یا عکس یک حصه ثروتم را و یا دخترم را. ولی در یاد داشته باشید که در حوض تمساح‌های گرسنه هستند. مرد سخنش را هنوز تا آخر نرسانیده بود که یکی از جوانان به آب جهید. مردی ثروتمند از چنین قرار جوان مردانه و اراده قوی جوان در حیرت افتاد. تمساح‌ها تعقیبش می کردند ولی جوان می کشید از آنها تیزتر شنا کند. نهایت تا به او رسیدن تمساح‌ها به ساحل برآمد. مردی حیرت زده ثروتمند از جوان پرسید که آیا او از یک حصه زمینش را می خواهد؟ جوان نه گفت. نباشد از یک حصه ثروتم را می گیری؟ جوان باز نه گفت. مردی ثروتمند اکنون اندکی آسوده شده از جوان بار دیگر پرسید: آیا شوهر دختری من شدن می خواهی؟ جوان جواب اولش را باز تکرار کرد: نه. پس تو چی می خواهی؟ پرسید املاکدار. من همان نفری را می خواهم بیابم که مرا به حوض سیله داد، پاسخ داد جوان. این مثال نشان می دهد که همه آدمان امکانات جسمانی و ذهنی خود را درست قدر کردن نمی توانند، ولی در حالت غیر چشم داشت همین قابلیتشان ظهور می کند. اگر این جوان را در اختیارش می گذاشتید خود را هرگز با خواهش دل به حوض نمی انداخت.